زمانی که شما شروع به طراحی سایت میکنین بهتره که سایت شما قابل مشاهده برای دیگران نباشه، یعنی از دسترس خارج بکنید و برای مثال بنویسید که در حال ساخت سایت هستیم و به زودی برمیگردیم. حتی زمانی که شما یه پروژه طراحی سایت میگیرین بهتره که اون سایت قابل مشاهده برای کارفرما نباشه، چون زیاد حرفه‌ای نیست و بهتره که کارفرما نبینه که شما در حال انجام چه کاری هستید و بعد از اینکه پروژه رو یک کمی جلوتر بردید میتونید اون رو در دسترس قرار بدید تا کارفرما ببینه که پیشرفت کار به چه شکله. به این حالت میگن تعمیر و نگهداری سایت. یا حتی بازم ممکنه شما در حال آپدیت یا بروزرسانی قالب و یا حتی تغییر چیدمان و تغییر ساختار سایت باشید. هدر رو میخواین تغییر بدین، فوتر رو میخواین تغییر بدین یا حتی تغییر بنر و این بهتره که سایت برای دقایقی از دسترس خارج بشه و با جمله در حال تعمیر و نگهداری هستیم یا در حال ساخت سایت هستیم به زودی برمیگردیم اینو به کاربر نمایش بدیم و حالت حرفه‌ای تری داره، مخصوصا زمانی که شما برای دیگران کار انجام میدین و پروژه های طراحی سایت میگیرید و برای دیگران کار انجام میدید. میریم روی صفحه دسکتاپ. من کامل اینو بهتون آموزش میدم توسط یه افزونه است، کار زیاد سختی هم نیست و بهتره که اینو بلد باشید و روی سایت خودتون و روی سایت دیگران این کار رو انجام بدید. بریم روی سیستم تا کامل با این موضوع آشنا بشید و بتونید این کار رو به راحتی برای خودتون انجام بدید. همونطور که گفتم برای انجام این کار یعنی تعمیر و نگهداری شما باید از افزونه‌های استفاده بکنید که این کار رو براتون راحت بکنه. افزونه‌های زیادی هستش، من تو این آموزش ساده ترین و بهترین افزونه رو بهتون معرفی میکنم تا بتونید با کمک اون یه صفحه شکیل و زیبا برای تعمیر و نگهداری سایتتون فعال بکنید. میریم داخل پیشخوان وردپرس و قسمت افزونه ها، افزودن افزونه تازه کلیک میکنیم تا وارد مخزن وردپرس بشیم. دقیقاً همین جمله رو یعنی مینتیننس رو حتما تایپ بکنید به معنی تعمیر و نگهداری. البته اگه درست گفته باشم چندان مهمم نیستش. به محض اینکه اینو تایپ کردید ببینید افزونه های زیادی میاره که ما با این افزونه کار داریم. Maintenance and coming soon redirect animation. روی نصب کلیک میکنیم تا نصب بشه و بعد فعال میکنیم تا بریم قسمت تنظیماتش رو با هم بررسی بکنیم. نصب شد، روی فعال نمایید کلیک میکنید. بعد از اینکه فعال شد میبینید این قسمت توی پیشخوانتون یه چیزی اضافه شده که میبینید روی آن آف هست. مینتیننس استاتوس یعنی وضعیت تعمیر و نگهداری که الان خاموشه. ما دنبال این افزونه میگردیم که میبینید همین قسمت قرار داره. روی ستینگ کلیک میکنیم یا اینکه روی تنظیمات روی قسمت در دست تعمیر که تازه به اینجا اضافه شد کلیک میکنید. وارد این صفحه میشیم، اینو انیبل میکنیم که فعال بشه. الان فعاله، میبینید رنگش سبز شد. با این تبایی که میبینید این بالا فقط با چند تاشون کار داریم، با 2 تاشون البته. یکی قسمت انیمیشنش که شما میتونید انتخاب بکنید از هر انیمیشنی که خوشتون اومد میتونید برای سایتتون فعال بکنید. من برای مثال اینو فعال میکنم که میبینید یه انیمیشن جذاب داره. میریم روی تب مسیج، این قسمت مینویسیم در حال ساخت سایت هستیم، به زودی با کلی خبرهای خوب برمیگردیم. ای بابا برمیگردیم. ما اینو یکم بزرگترش میکنیم، رنگش هم مشکی میکنیم و بعد روی سیو کانتنت کلیک میکنیم که سیو شد.
حالا میریم برای بررسی این که آیا فعال شده یا نه. تو حالت گست گوگل کروم وارد میشیم. گست رو از همین قسمت میتونید سمت راست این بالا کلیک بکنید. پایین ترش یه حالت گست داره، میزنین و این صفحه براتون باز میشه. این حالت یعنی حالت گست یا میهمان. هیچ چیزی سیو نشده، هیچ کوکی و یا هیچ کشی روی مرورگرتون وجود نداره. اگه نمیدونین کش و کوکی چیه، حتما داخل گوگل سرچ بکنید مفهوم کش و کوکی چیست که بتونید خودتون مطالعه بکنید و یکم هم خودتون تلاش بکنید به اطلاعاتتون اضافه بشه. ما اینجا میایم مستر باینری میزنیم و میبینید که حالت تعمیر نگهداری سایت ما فعال شد. میبینید همون جمله‌ای که ما اونجا نوشتیم اینجا هم نمایش میده. در حال ساخت سایت هستیم، به زودی با کلی خبرهای خوب برمیگردیم. اگه حالت موبایلیش هم بخوایم نگاه بکنیم، ببینید که حالت موبایلیش هم به خوبی قابل نمایشه و شما میتونید توی موبایلتون هم به همین شکل ببینید. که بهتون گفتم این کار دوتا براتون مزیت داره. مزیت اول این که اگر برای کسی دیگه ای دارید کار انجام میدین و پروژه طراحی سایت گرفتین، بهتره که نبینه سایتش تو چه وضعیتیه و حالت دموشو نبینه. این حالت خیلی براتون حرفه‌ای تره. و مورد بعدی هم اینه که سایتتون رو طراحی کردین، در حال بروز رسانی یا در حال چیدمانشو و یا در حال تغییر چیدمان سایت هستید، بهتره که این حالت رو فعال بکنید. برای دقایقی کارتون رو انجام بدین و بعد چیکار بکنید؟ بیاین برای کاربراتون نمایش بدین که ما در حال ساخت هستیم و بعدش بیاین اینو غیر فعال بکنید و فقط مدیر سایت میتونه حالت واقعی سایت رو ببینه. اگه من اینجا بیام اسلش بزنم WP ادمین رو ما بزنیم، میتونیم وارد چی بشیم؟ ببینین اینجا هم نوشته maintenance mode is enabled که میگه حالت تعمیر نگهداری فعاله، که شما یوزر نیم و پسورد خودتون رو وارد میکنید و وارد پیشخوان میشید که بتونید وضعیت سایتتون رو ببینید و فقط شما میتونید حالت سایتتون رو به صورت کامل مشاهده بکنید و تغییراتی روش اعمال بکنید. بقیه کاربران دسترسی به سایت شما ندارن و با همون صفحه‌ای که نمایش دادیم که تو لحظات قبل دیدید با اون صفحه مواجه میشن و متوجه میشن که سایتتون در حال تعمیر و نگهداریه. زیاده گویی نکنیم، رسیدیم به آخر آموزش. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده کرده باشین، لذت برده باشین. هر سوالی بازم اگه داشتید پشتیبانای تلگرام در دسترسن، کامنت هم میتونین قرار بدین، تا جایی که بتونیم جوابتون رو میدیم، راهنماییتون میکنیم تا بتونید به نتایج خوبی دست پیدا بکنید. براتون آرزوی موفقیت دارم. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. با این کار به ما انرژی میدین، کانال ما بیشتر در دسترس و در دید دیگران قرار میگیره و با این کار شما به ما کمک میکنید. ما هم با آموزش‌های رایگان بهتون کمک میکنیم تا بتونید پیشرفت بکنید و با امید خدا به درآمد برسین. دوستتون دارم. تو آموزش بعدی میبینمتون. بدرود.